دلمه کلمبرگ. برای شروع یه دونه کلم درشت رو می‌ندازیم توی آب جوش، یه استکان سرکه، چند پر ترخون و نمک بهش اضافه می‌کنیم و می‌ذاریم بپزه. بریم با هم سسش رو درست کنیم. یه کوچولو پیاز داغ با پوره گوجه تازه رو با هم مخلوط می‌کنیم، زعفرون بهش اضافه می‌کنیم، آب لیمو ترش تازه، نمک و فلفلش هم اندازه می‌کنیم و می‌ذاریم سسمون غلیظ بشه. برای مواد میانیش باید پیاز داغ درست کنیم، بهش زردچوبه اضافه کنیم، گوشتمون رو توش تفت بدیم، یک کوچولو رب بهش اضافه کنیم، پوره سیر بهش اضافه کنیم، نمک و فلفلش رو اندازه کنیم و بهش زعفرون اضافه کنیم. برنج نیم پز شده و لپه پخته شده رو هم بهش اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. حالا نوبت سبزیشه. سبزی رو هم میریزیم و مخلوط میکنیم. بریم سراغ بستن دلمه. اینجوری ریشه برگ ها رو جدا میکنیم، برگ رو داخل یه دونه کاسه میذاریم و توش رو پر میکنیم از موادی که آماده کردیم و به این شکلی که میبینیم میپیچیمش. من کف تابه رو پر کردم با برگایی که کوچیک بودن و پاره شده بودن. بعد روشون رو با دلمه هایی که درست کرده بودم پر کردم. توی این مرحله سس گوجه‌ای که درست کرده بودم و ریختم روی دلمه ها و بین دلمه ها چند تا آلوی بخارا گذاشتم. در تابه رو گذاشتم تا دلمه ها بپزن. بعد از اینکه دلمه ها پختن با ماست، پیاز داغ طلایی خوشمزه و همینطور زرشک سروش کردم. امیدوارم که شما هم درستش کنید و دوستش داشته باشین.